سلام دوستان، امروز آمدیم برایتان هگ گرافیک آوردیم. هگ 120 فیس، 40 فیس تا 90 فیس کلشان داره. چیزی که در تصویر میدین تنظیمات برایتان نشان بتون. میبینید رنگ گرافیک ما را. رنگ شده 210 مگه از 100 بالا نیست. خب دوستا، وقتی که اگه برایتون داخل لینک تلگرام گذاشتیم، وقتی که استخراج کردین 40 فیس، 60 فیس، 90 فیس برایتون ساپورت میشه، مثلا استخراج میشه. و کسایی که برایشان چیز کار نمیده زیاد چور میتونه این برنامه را ما داخل تلگرام گذاشتیم، میتونین از اینجا دانلود کنین. مثلا میایم از بیرون میایم، مثلا خب میایم بیرون میایم که ما براتون طریقش را بگم راحت تر باشه. الان وقتی که برنامه را باز میکنیم دو طرف پوشه برای ما باز میشه. یک طرفش میریم داخل مثلا اندروید، میریم دیتا، چون هک دیتا است، میریم پوشه پابجی رو پیدا میکنیم، پوشه کانتنتس آی جی. میبینید که اینجاست کانتنتس آی جی. بعد وقتی که در پوشه فایل رسیدین دیگه از جلوتر نمیریم. بعد پوشه سمت راستی رو میریم روی پوشه هگ. ما مثلا ما داخل پوشه این گذاشتیم هگا رو. شما میتونید در هر طرفی که دانلود کردین میره داخل پوشه دانلود ها، میره داخل تلگرام. فرض که شما رفتین داخل پوشه تلگرام که رفتین، الان ما 120 فیس وقتی که داخل شما رویش میگیریم، کپی روی اوکی میزنیم. یادتان باشه ایتی که غیر فعال کنین، پایینیش را فعال کنین. الان از دست راستی در دست چپی فایل کپی شد، یا فرق نمیکنه از دست چپی در دست راستی، هر طرف شکل رفتیم اون رقم میشه. الان میریم داخل پابجی که برای ما فعال شده یا نه. برای ما فعال شده. رنگ پابجی هم دیگه خیلی زیاد شده. کسایی که گوشیشون مثلا ضعیفه، مثلا 45 فیس 60 فیس بزنید. کسای 60 فیس 90 فیس است، کسای 90 فیس 120 فیس. مثلا کسایی که 45 فیس یا مثلا 90 یا 120 نزنین که روی موبایلتون فشار میاره. مال ما 60 فیس، ما زدیم 120 فیس. یک ذره گوشی شاید لک کنه، ولی گوشی ما یک خورده پر قدرت تره، ولی بازم هرچی نباشه رویش فشار میاره. ببینید که چقدر روان کار میده. رنگ چیزی ما چقدر زیاده. خب دیگه خدایارتان وطندارا، لایک و کامنت یادتان نره.